درود به شما عزیزان. امروز اومدم تا بهتون درست کردن سرمه به روش سنتی رو آموزش بدم. یه مقداری دنبه رو برمی‌داریم و به قطعه های کوچیک تقسیم می‌کنیم و داخل ظرف می‌ریزیم. همون شکلی که در تصویر می‌بینید به اون قطعات تبدیلش کنید. در واقع در گذشته افراد این شکلی سرمه درست می‌کردن. همین شکلی که میبینید به این قطعات تبدیلش کنید. سپس داخل یک ظرفی بریزید و روی شعله روشن گاز قرارش بدید تا کاملا ذوب بشن. هر چند دقیقه یک بار هم سعی کنید بهش سر بزنید و اون رو همش بزنید. همین شکلی که در تصویر میبینید از داخل صافی که کاملا رد کردید و داخل یک ظرف جداگانه ریختید، یک مقدار به همین شکلی که در تصویر میبینید آغشته میکنیم و داخلش میذاریم. سپس در یک جای کاملا تاریک میبریم و با فندک روی پنبه رو روشن میکنیم و یک ظرف روی کاسمون میذاریم تا فضا کاملا تاریک بشه. باید فضا رو به طور کامل تاریک بکنیم. مدتی ظرف رو ورداریم و سرمه ما آماده شده. حالا با یک وسیله مسواک مانند باید سرمه رو از روی ظرفتون که ترجیحاً فلزی باشه بهتره به یک قسمت جمع کنید و کاملا به یک قسمت هدایتشون بکنید به همین شکلی که در تصویر میبینید. بعد یک کاغذ آلومینیومی بردارین و سرمتون رو داخل جای سرمه بریزین به طور دقیق و کامل داخل سرمه بریزین. همه رو جمع میکنیم، روی ورقه آلومینیوم میریزیم به این شکل و داخل ظرف سرمه بریزیم. دورش رو تمیز میکنیم.